هر لحظه از این وقت رو اگر غنیمت دونستید و مطالعه کردید، ولو ختم نکرده، دیپلم نگرفته، 100 نفر طلب میکند که بیاید در کارخانه ما یا در اداره من بیاید کار کنید. لبیک. الو، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از رادیو نازده خوبه؟ الله اجر پاداش دهد. سوال داشتیم. مرحبا. دانشجو وقتی خود را چی طور باید تنظیم کند؟ دانشجو باید که چگونه وقتی خود را تنظیم کند. سلامت باشید. خدا خیر و برکت دهد. موفق باشید. رحمت خدا. تمام. سلامت باشید. جوانان عزیز، دانشجویی، سالهای دانشجویی هیچ کار دیگر از دانشجویی و از مطالعه و از خوندن و در درس نشستن و استاد رو گوش کردن دیگر کاری مهمی برای دانشجو نیست. گاها ببینیم بعضی‌ها استاد کم ترک کار دارم بروم، با کم ترک کارش درس رو ترک میکند میرود، مطالعه رو ترک میکند میرود، منفعت رو ترک میکند میرود. حالا اینکه اون از همه کاری مهمش باید دانشجویی باشد. دانشجویی که حالا در همین چند سالی که درس میخواند، اگر این چند سال، این 4 سال یا 5 سال باشد یا چند سالی که باشد، این رو غنیمت بداند. اگر عمر پروردگار عمرش داده باشد، 75 سالی آیندهش وابسته به همین 4 سالی که دانشجو است، به همین وابستگی دارد. ولی 4 سال دانشجویی اگر پروردگار عمر داده باشد 75 سال دیگر، باور کنید 75 سالی آینده ای عمر وابسته به همین 4 سال است. چیکار کرده ای؟ برای همین باید دانشجو قبل از امانیتش نیک، قلبش صاف و پاک و با بسم الله و با الحمدلله و با درود و صلوات و استغفار باید دانشجویی کند. پرهیزگاری، هر دانشجویی که در دانشجوییش پرهیزگاری و خدا ترسی و خیرخواهی داشته باشد، هم تخصصش، هم عمرش، هم علمش، هم وظیفه‌ای که در آینده میگیرد، همش با برکت میشود. برای همین باید که برای دانشجو از دانشجویی، از دانش آموختن و از دانش اندوختن و از مطالعه دیگه هیچ کاری مهمی نیست. حتی اگر هم مصیبت‌های خیلی نزدیکی دایره اول نباشد، یعنی باید که بالای کتاب باشد. و دانشجویی که بالای کتاب مطالعه کرد خوبش بود، از اون بوی امید است که چیزی میشود. اما دانشجویی که نمیدونم که با هر چیزای بیهوده اگر مشغول شد، از اون هیچ بوی امید نیست. من دویم دانشجویی که دست میدادم میگفتم شاگردای عزیز، این 4 سالی که شما 5 سالی که شما دانشجویی دارید اینجا، این عمر این رو غنیمت بدونید و 75 سالی آینده عمر شما اگر پروردگار را هیچ کس نمیدونه چقدر هست، آینده شما وابسته به همین چند سالی دانشجویی شما هست که چگونه دانش می‌آموزید، چگونه مطالعه میکنید. و اگر هر لحظه از این وقت رو اگر غنیمت دونستید و مطالعه کردید، ولو ختم نکرده، دیپلم نگرفته، 100 نفر طلب میکند که بیاید در کارخانه ما یا در اداره من بیاید کار کنید. اما اونی که حالا دیگر دانشجویی را با بیهودگی، با غفلت و غافلی، با عیش اشارت نمیدونم که کدام فسق و فجور میگذرانند، از اون هیچ امید نیست. کلا خالی دیپلم دارد، در هیچ کار نمیآید و هیچ کس راهش هم نمیکند. و اگر جای هم وظیفه بگیرندش به اون وظیفه، اون مسئولیتی، از گرفتگیشون هم پشیمون میشوند. کلا کدو است، خالی هست، هیچ چیز نیست. برای همین نه، دانشجو باید که همیشه بالای کتاب و در تخصصی خود باید چیکار کنند؟ چنان فرو برود که بسیاری چیزا رو نبینند. که متاسفانه بعضی از دانشجوهای ما یعنی همه چیز رو میبیند و همین کتاب رو نمیبیند. بعد از اون بوی امید هست؟ نه. دانشجوی عزیز، اگر میخواهیم وطنمون رو آباد کنیم، میخواهیم که در زندگی خانه آباد، زندگی با برکت، عزت و برکت، سعادت دنیا و آخرت، میخواهید که کشور آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده، یکی از کشورهای ترقی کرده جهان، معروف و مشهور شود، هر لحظه دانشجویی رو غنیمت بدونید و مطالعه کنید و بالای کتاب خواب روید.
وقتی که مطالعه کردید خوابتون بود، در همون خوابی که چند ساعت شما خواب میروید، همون چیزی که مطالعه میکردید در ذهن شما گردش میخورد، هضم میشود، تحلیل میشود، تشخیص میشود، معماهایی که همه رفع میشود و علم در مغز و روح و روان و فکر مغز شما جای میشود. وظیفه اساسی دانشجویی این مطالعه است. باید مطالعه داشته باشد، باید دائم در فکر خواندن باشد. ببینید انسان، هر انسانی عقل دارد. کی چگونه خواند عاقبت چی شد؟ کی خواند چگونه خواند به کجا رسید؟ کی نخواند فسق و فجور و حرام و حرج و دیگر و بیهوده گردی کرد نکشت. هر مسلمانی تحلیل باید داشته باشد، تشخیص باید داشته باشد، ترازو باید داشته باشد، عقل را استفاده کند. وقتی که عقل را استفاده میکنید، چی دانشجو باشد چی بعدی دانشجویی باشد. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که هر انسانی به مانند یک ذخیره خزینه زیرزمینی هست. خزینه زیرزمینی چی؟ کنی طلا، کنی نقره، کنی نفت، کنی گاز، کنی دیگر و مانند همین است. حالا اون کارکرد میخواهد. اون کنها باید چیز کارکرد شوند. هر انسانی عبارت از یک کنی هست، یک ذخیره زیرزمینی هست. هر انسانی، حتی همون معیوب، و هر یک انسانی در یک کار مهارتی فوق العاده دارد. هیچ ممکن نیست که هیچ انسانی در یگان کاری مهارت فوق العاده نداشته باشد. حالا اگر که مهارتش را یافت، کسبش را درست انتخاب کرد، که از بهترین یعنی متخصصی سخن میگوید، چی طب باشد، چی هندسه باشد، چی یعنی هر چی باشد،